نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الله عزوجل در سوره نبأ که شما خواندید انعامات خودش را یاد کرد، چه نعمتهایی برای ما ارزانی داشته و همچنین در اون سوره ذکر مصائب بود، مصائبی که در آخرت می آید. حال در سوره نازعات الله تعالی از احوال مختلف قبض روح بیان می فرماید. انسان که روحش قبض میشه متفاوت است، یکی با سختی یکی با نرمی. الله می فرماید همینطور که اینجا متفاوت است احوال شما، بعد از این در آخرت هم متفاوته. بعضی هستن روزهای سختی دارند، بعضی هستن روزهای خوب و خوشی دارند، بعضی ها بهشت را دارند، بعضی ها جهنم را دارند. الله پناه بده از جهنم. لذا تو این همه سوره ها به خاطر اینکه باور ما بیشتر بشه، یقین ما بیشتر بشه، الله عزوجل در همه این سوره ها ذکر قیامت را با تعبیرهای مختلف، با تصویرها و نقشه های مختلفی ذکر می فرماید. الله اینجا سوگند می خورد به بعضی از فرشتگان، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. سوگند به اون فرشته هایی که می کشند نفس را و روح انسان را، غرقا یعنی با سختی. این کدوم فرشته ها هستند؟ اینها فرشته هایی هستند که روح کافر را با سختی می کشند، چنان روحش را می گیرند که او مبارزه میکنه، اون دست و پا میزنه، اون نمیخواد روحش بره، درگیر است. الله اونها را به عنوان شاهد ذکر میکند. و ناشطات نشطا، و سوگند به اون فرشتگانی که ناشطات یعنی به نرمی در می آورن نور را، روح را، نشطا به نرمی در آوردنی. نشط این را میگند که شما دهن مشکیزه را باز کنید و چند قطره آب بریزید، با چه راحتی، هیچ سختی نداره. روح مؤمن اینطور قبض میشه. در حدیث شریف آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که فرشته بیاد روح مؤمن را قبض بکند، مثل اینه که دهانه مشکیزه را باز میکنه و چند قطره آب میرزه، به راحت روحش را در میاره و هیچ سختی، هیچ مشکلی و هیچ مقابله از طرف مؤمن نیست. اما وقتی که میاد روح کافر را بگیره، کشیدن روح کافر و بیرون کردن روح کافر مثل این هست که گوشتی کباب شده روی سیخ و با سیخ محکم چسبیده و شما محکم سعی میکنین گوشت را در بیارید، چقدر سخته، گاهی تکه پاره از گوشت هم میماند. لذا روح کافر اینطور با این سختی خارج میشه، اون دست و پا میزنن. اما یک سختی که طبیعی هست، این را یک وقتی فکر نکنید که این سکرات سخت موته. مثلا هر کس که بمیرد یک سختی طبیعی در انسان نفس میزنه، آخر یک مقدار مشکل میشه، شاید چند روزی در کما باشه،
این اون سختی روح نیست. این را کسی فکر نکنه که این همون عرض کنم که سکرات موت و شدت موت. نه، اون سختی را ما مشاهده نمی کنیم، ما نمی بینیم. و الا این سختی را خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند. رسول الله آخرین لحظات یه مقداری که نفسشون تنگ شد و نفس با سختی می آمد، سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها بر بالینش نشسته بود و گریه می کرد. یا ابتا، یا ابتا می گفت. آن حضرت گفت فاطمه بیا نزدیک. گفت آخرین سختی هایی که پدرت داره میگذرانه همینه، بعد از این دیگه هیچ سختی برای پدرت نیست، همه راحتی و خوشی، نگران نباش. لذا این که انسان روحش گرفته بشه و روحش از کالبدش خارج بشه یه مقداری سخت میشه، این طبیعی هست. بعضی افراد امکان داره که تصادف بکنن تا 40 روز در کما باشن، یه وقت فکر نکنی اینا سکراتشون سخت شده. نه، اون حالت جسمیش همونه. سختی روح را که فرشته میگیرد و درگیر است با انسان و یک چیز غیبی من و تو مشاهدهش نمی کنیم. لذا اون همینه که در حدیث عرض کردم که این مشکیزه را گویا باز میکنه، زود خارج میشه، راحت خارج میشه، برای من شما معلوم نمیشه. شاید جلوی من شما اون میت همون تو دست و پا میزنه، ولی با فرشته در اون عالم به راحت معامله میشه. و کافر به سختی موتش میاد و اون مبارزه میکنه، اون نمیخواد روحش گرفته بشه. الله میفرماید والنازعات غرقا والناشطات نشطا. سوگند به اون فرشته هایی که به سختی میگیرند ارواح را، غرقا سختی گرفتنی، این مفعول مطلق من غیر لفظی است برای نازعات. والناشطات نشطا، در آیه دیگری هست که فرشته ها میزنند کافر را، من شما نمیبینیم زدنش را. یضربون وجوههم و ادبارهم، چهرهش را میزنه، پشتش را میزنه و بهش میگه یالا اخرجوا انفسکم، روحت را بیرون کن. معلوم میشه که این انسان اونجا داره مبارزه میکنه، نمیذاره که روحش بیاد. با فرشته یک و دو میکنه. قرآن میگه فرشته بهش میگه اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون، روحت را بده، بیرونش کن، امروز عذاب ذلت بار برای تو هست. لذا این چیزهایی است در عالم غیب که از مشاهده من شما مخفی هست. لذا الله می فرماید والناشطات نشطا، و سوگند به اون فرشتگانی که به آسانی با نرمی قبض می کنند رو ارواح را، نشتن یعنی آسان قبض کردن. والسابحات سبحا، قسم به اون فرشتگانی که در فضای آسمانی اونها با سرعت سیر می کنند. فرشته ها سیر می کنند، انجام وظیفه می کنند، مأموریت ها را انجام میدن. یک گروه از فرشتگان میرند ارواح را قبض می کنند، یک گروه باران می برند، یک گروه رزق و روزی ها را تقسیم می کنند. انواع دستوراتی که برای اونها صادر میشه در این فضا اونها سیر می کنند و انجام میدن. فالسابقات سبقا، پس در انجام مأموریت از همدیگه پیشی میگیرند. یعنی مثل من و شما انسان ها نیستند که در انجام وظایف خودمون کوتاهی میکنیم، نماز خوب نمیخوانیم، زکات ای سستی میکنیم، حج فرائض دیگه. اونها نه، هر دستوری این از او پیشی بگیر، اون از او سبقت بگیر، یعنی به نحو احسن سر وقت به لحظه اش کار خودش را انجام میده. فالمدبرات امرا، سوگند به اون فرشته هایی که امور را تدبیر میکنه. همه امور عالم به دست اونها الله سپرده. الله دستور میده اینجا برو این کار بکن، اونجا این کار بکن. هر چی که خدای عزوجل دستور میده اونجا اونها انجام
وظیفه میکنه. یک گروه اعمال انسان ها را مینویسن، یک گروه دعاها را برمیدارن به آسمان ها میرن، یک گروه حفظه برای انسان ها هستند، انواع فرشته ها. برای هر یک از من و شما حداقل 4 تا فرشته هست. 2 تا فرشته هایی که نوشته میکنن، 2 تا حفظه هستند. باز اینا شیفتشون عوض میشه. فقط برای یک انسان 3-4 تا فرشته اونطوری که از روایات معلوم میشه وقتی که باشد. خب شما تصور بکنید چند میلیارد فرشته اینجا انجام وظیفه میکنن. اونایی که آجال را، ارزاق را، روزی ها را، اموات را، عرض کنم که روحها را میارن زنده میکنند و حیات میدند از طرف الله. اینا چقدر هستن سبحان الله. لذا الله میفرماید که امور را تدبیر میکنند. قسم به همه این فرشته ها، یعنی همه این فرشته ها شاهدند. جواب قسم محذوفه که لتبعثن، ای انسان ها شما یک روزی از قبرها بلند میشید، شما یک روزی از قبرها برمیخیزید. کدوم روز؟ الله می فرماید یوم ترجف الراجفه، روزی که ترجف الراجفه می لرزد لرزنده، یعنی زمین. اذا زلزلت الارض زلزالها، لرزنده همین زمین است، به زلزله میاد. و اخرجت الارض اثقالها، زمین هر چی که در شکمش داره بیرون میندازه. همین انسان اونجا دفن بوده، امانتش بوده، این را بیرون میندازه. و قال الانسان ما لها، انسان میگه چه خبره، چی شد؟ تازه زنده شده. لذا اون را الله میفرماید، اون زلزله را میفرماید یوم ترجف الراجفه، روزی که بلرزه در میاد لرزنده. تتبعها الرادفه، پشت سر او رادفه است. ردیف یعنی اونی که بعد از اون است. مفسرین میفرمان مراد نفخه ثانیه هست، یعنی بعد از این تحولات اسرافیل نفخه دوم را و سور دوم را میزند و میدمد. اون روز همه انسان ها زنده میشند، از قبرها میان بیرون. قلوب یومئذ واجفه، دلهایی هستند در آن روز ترسناک. هر انسان خودش حالت خودش را میداند. بعضی دلها میلرزند، واجفه میترسند و میلرزند. ابصارها خاشعه، چشمهایش پایین است. از ندامت بنویس، چون که پشیمان است، کار خوبی نکرده تو زمین در دنیا، لذا چشمها پایین است. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، این سخنشون در دنیاست. در رابطه با قیامت همون قدر الله فرمود این حالت پیش میاد. ای انسان اونجا لرزه براندام میشه، دلت میلرزه، چشمت پایین، پشیمانی که کار خوبی تو دنیا نکردی. الان در دنیا چی میگند؟ ائنا لمردودون فی الحافره، آیا ما به پشت پا دوباره برمیگردیم؟ حافره یعنی الحالت الاولا. مشرکین مسخره میکردند، میگفتن ما اگر بمیریم دوباره به همون حالت اول برمیگردیم. اذا كنا عظاما نخره، آیا وقتی که ما تبدیل بشیم به استخوان پوسیده بشیم دوباره برمیگردیم؟ قالوا تلك اذا کرة خاسره، میگفتم پس این بازگشتی هست که ما واقعا ضرر میکنیم. اذا کرة یعنی کره و بازگشتی هست، خاسره پر از خساره. چرا؟ این 2 تفسیر داره. بر اساس یک تفسیر این را به صورت مسخره میگفتند، یعنی ما دوباره زنده میشیم خیلی ضرر میکنیم. چرا؟ چون که اون وقت زنهای ما رفتن ازدواج کردند، باغهای ما را دیگران تصاحب کردند، زمینها مال دیگران شدند. ما که برگردیم ضرر میکنیم، نه اینجا زنی داریم، نه بچه‌ای داریم، نه باغی داریم، نه منزلی داریم، خیلی ضرر میکنیم. پس مسخره میکردند، یعنی اگر بازگشت بشه همه چیز را از دست دادیم.
ولی بیچاره ها نمیفهمیدن بازگشت یعنی چیه. و بعضی میگویند اذا كنا عظام قالوا تلك اذا كرة خاسره. این است که ما واقعا ضرر میکنیم. چرا؟ چون در دنیا قبول نداشتیم و قبول نداریم، باورش نداریم، برایش هیچ نوع آمادگی نکردیم. اگر واقعا این حرف راست باشه، ای ان صحت فنحن اذا خاسرون، اگر واقعا راست باشه پس ما ضرر کردیم. چرا؟ لتکذیبنا ایاها، چون ما او را تکذیب کردیم، ما قبول نداشتیم. پس اونها میگه این بازگشت پر از زیان هست. الله میفرماد بازگشتی هست، فانما هی زجرة واحده. زجره به معنی صیحه، یعنی بازگشت به قیامت فقط یک فریاد است و بس، همون فریاد اسرافیل است. یک بار تو سور میدمد همه زنده میشن. فاذا هم بالساهره، در این هنگام همه مردم روی سطح زمین برای حساب کتاب آماده. لذا الله میفرماید این اتفاق میفته. اینا که تکذیب میکنند، اینا که باور ندارند، بودند کسانی دیگه که باور نداشتند، بودند کسانی دیگه که مثل اینها سرکشی کردند. الان الله عزوجل یه تخویف دنیوی بیان میفرماید، یک نمونه از عذاب دنیا. بودند انسانهایی که مثل اینها باور نکردند، مثل فرعون. سرنوشت بدش را همه میدانید. الله میفرماید هل اتاک حدیث موسی. این استفهام را میگن استفهام تشویقی. آیا پیش تو خبری موسی آمده؟ خبر داری؟ یعنی خدا تشویق میکنه. خوب گوش کن چه اتفاقی افتاد. اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا. داستان موسی در سوره طه و در سوره اعراف و در سوره قصص با تفصیل بیان شده. اینجا خلاصه ای را الله عزوجل ذکر می فرماید. اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوا. زمانی که او را رب ندا کرد در وادی مقدس. اسم اون وادی طوا بود، نزدیک کوه تور یک وادی به نام وادی طوا. اونجا الله موسی را صدا کرد و گفت موسی اننی انا الله، من الله رب تو هستم. لا اله الا انا فاعبدنی، هیچ خدایی بغیر از من نیست، فقط مرا عبادت کنید. و اقم الصلاة لذکری، نماز را بخوانید همراه با یاد من. ان الساعة لآتیة، موسی قیامت هم می آید. اونجا الله عزوجل هم درباره مبدأ یعنی توحید به موسی گفت، هم درباره معاد هم گفت. اینجا خلاصش هست. الله به موسی چی گفت؟ اذهب الى فرعون انه طغى. برو به سوی فرعون، این طغیانگر است. الان بحث طغا را ما خواندیم. طغیان یعنی از حد گذشتن. اون چیزی که دلت میخواد، هوای نفست میخواد، اون انجام بده، و اونی که خدا میخواد و خدا میگه اون انجام نده. این میشه طغیان. و این کسی که این کار را میکند اون را در اصطلاح میگن طاغوت. اون طاغوت هم از این طغیان گرفته شده. فرعون یکی از طاغوت ها بود. شیطان طاغوت است. اون ملاهایی که الله عزوجل میفرماید ملاهای یهودی که مردم را گمراه میکردند، اونها را الله میفرماید طاغوت. مثل کعب ابن اشرف در قرآن به ملای دین فروش طاغوت گفته شده. به پادشاه و مستکبری که متکبر باشد مثل فرعون طاغوت گفته شده. به نمرود طاغوت گفته شده. یعنی طاغوت کیه؟ از حد میگذرد. پس اینا تنها فرعون ها نیستن، در این زمان هم طاغوت ها هست. اونی که میگه هرچی که خدا میگه، نه هرچی که من میگم، هرچی که من میگم.
مثلا خدای عزوجل برای بندگان خودش دستوراتی صادر فرموده، من جمله این دستورات همه بندگان نماز بخوانند. این کسی میاد نمیگذاره نماز بخوانه، این طاغوته. در مقابل امر الله چکار میکنه؟ امر خودش را اعمال میکنه. الله دستور به حجاب داده، یک کسی میاد میگه نه اینجا حجاب ممنوعه، نمیذارم تو اداره با حجاب بری، این طاغوته. این جلوی دستور خدا را داره میگه. بسیاری از حاکمان هم طاغوتند، بسیاری از ملاها هم طاغوتند. دستور خدا چیزی هست، او میگه نه دستور اینه. اون چی که هوای نفسش هست، اون چیزی که باعث سیری شکمش هست، اون را به عنوان دین عرضه میکنه. این طاغوته. هر انسان میتونه طغا باشه، طاغوت طغیانگر باشه. هر جایی که ما دستور خدا را نادیده بگیریم و دستور خودمون را، قانون خودمون را، قانونی که قوم برای ما ترسیم میکنند، قانونی که دوستان برای ما ترسیمش میکنند، این را میگیریم، این میشه طغیان. لذا تنها بدبخت فرعون که بدنام شد نیست. الله میفرماید انه طغا، این فرعون طاغوت است، طغیانگر است. فقل هل لك الى ان تزکا، به اون فرعون بگو آیا میخواهی که پاک بشی؟ یعنی از کفر و از شرک. ببینید فرعون خودش را ربکم الاعلی میگفت، به این معنا نبود که یعنی دیگه کسی را سجده نکنید، فقط مرا سجده بکنید. نه، فرعون در قرآن کریم هست خودش بتی داشت عبادت میکرد. مردم در زمان فرعون بت داشتند عبادت میکردن. این که میگه انا ربکم الاعلی به معنای این هست که دستور منه، قانون منه. برای انا ربکم الاعلی هم چند تا دلیل آورد. گفت که ببین من پادشاه مصرم، هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، این نهرها را ببین، این رود نیل را ببین، این تحت فرمان من داره اداره میشه. این دستبندها را، اسوره دستبندها را نشان میداد، میگه ببین من چقدر مال دارم، چقدر قدرت دارم، امکانات دارم. پس حرف اول باید مال من باشه. پس هر حاکمی که امروز هم دستور خدا را نادیده بگیره و میگه حرف من، این همونه، فرق نمیکنه. لذا الله میفرماید موسی گفت آیا فرعون میخوای پاک بشی؟ و اهدیک الی ربک فتخشا، من تو را به سوی پروردگارت راهنمایی بکنم تا بترسی از او. اما فرعون نخواست پاک بشه. موسی به او معجزه نشان داد، فاراه الآیة الکبری، به او نشان داد آیه بزرگ یعنی معجزه را. فرعون چیکار کرد؟ تکذیب کرد. فکذب و عصا، تکذیب کرد و نافرمانی کرد. ثم ادبر یسعی، سپس پشت داد و یسعی گریخت به طرف کفر و شرک. فحشر فنادا، جمع کرد جادوگران را، ندا کرد، جمع کرد مردم را جمع کرد و گفت انا ربکم الاعلی، رب اعلی شما من هستم، از من بزرگتر و بالاتر نیست. اینجا قانون کسی دیگه نیست، قانون من است. الله عز وجل می فرماید فاخذه الله نکال الاخرة والاولی، این سرکش را، این بدبخت را خدا مؤاخذه کرد. به نکال الاخره اصل است که به گرفتاری، چنان گرفتاری که گرفتاری آخرت اولا، دنیا و آخرت خدا او را گرفت. در دنیا همون بود که غرق شد، در آخرت هم تو برزخ می سوزد و قبر عذاب می بیند و هم در جهنم الله برایش آماده کرده. لذا ان فی ذلک لعبرة لمن یخشی،
در این داستان فرعون عبرت است برای کسی که بترسد. این در واقع نوعی تلنگر هست به مشرکین مکه که شما قیامت را انکار میکنید. ببین فرعون هم انکار کرد، اون از شما قدرتمندتر بود، از شما چالاکتر بود، از شما زرنگتر بود، از شما بیشتر داشت. لذا در مقابل خدا نیایید و انکار نکنید. حال الله عزوجل دلیل عقلی برای اثبات قیامت بیان می‌فرماید. این دلیل عقلی که در قرآن از این نوع دلایل زیاد هست. الله می‌فرماید ای انسان، آیا پیدایش شما مشکل تر یا پیدایش این آسمان؟ برای خدا که فرقی نمی کند. خدا اگر آسمان را و 100 برابر آسمان را درست کند هم با یک کلمه کن. انسان را که درست بکند و از انسان کوچکترش را هم درست بکند، مورچه را درست بکند هم با کلمه کن. برای الله برابر است، اما برای ما فرق داره. نه، یک معماری هست که یک اتاقکی آلونکی درست می کند، یکی دیگه هست که یک برج 50 طبقه می زند. خیلی اون مشکل تر است از این. نه، لذا الله عزوجل بر اساس فهم ما و بر اساس عقل و قیاس ما می فرماید که این آسمان با این عظمت، با این بزرگی، آیا پیدایش این آسمان مشکل تر است و پیدایش شما انسان ها؟ مسلمه از نظر ما پیدایش آسمان خیلی مشکله. الله میفرماید وقتی که این آسمان را من میتونم پیدا بکنم، خود شما کی هستید که شما را پیدا نکنم؟ این دلیل عقلی. عقل حکم میکند که الله قادر است و الله ما را دوباره زنده میکند. الله میفرماید انتم اشد خلقا ام السماء، آیا شما سختتر هستید خلق شما، پیدایش شما یا پیدایش آسمان؟ بناها، الله او را بنا کرد، رفع سمکها، بلند کرد گنبد اون آسمان را، سقف و گنبدش را خیلی بلند کرد که فضا نوردا هر چی می روند میگوین هزاران سال نوری بری هم نمی رسی. رفع سمکها فسواها، گنبدش را الله بلند کرد، فسواها، برابرش کرد، بلا شقوق و فتور، نه شکافی دارد نه پاریدگی دارد. اغطش لیلها، الله تاریک کرد شبش را، و اخرج ضحاها، و ظاهر کرد روزش را، یعنی روشن کرد. ببین چه نظام عجیبی الله درست کرد. آسمان را درست کرد، بعد برای این آسمان هم شبی درست کرد و هم روزی. اغطش لیلها، تار کرد، تاریک کرد شبش را، و اخرج ضحاها، و ظاهر کرد، بیرون کرد ضحای آن را، روزش را. والارض بعد ذلك دحاها، الله بعد از این زمین را دحاها، دحو ارض یعنی برنامه ریزی کردن در زمین، یعنی همه انبارها، همه خزائن، همه دفینه ها، همه خوراکی ها را در زمین نهادن گذاشتن. خدای عزوجل تا قیام قیامت هر چی انسان هستند برای اونها در این زمین برنامه ریزی کرده. این نیست دست پاچه نشید که جمعیت شما زیاد میشه از گرسنگی میمیرید. نه، همه مردم دنیا الان دست پاچه اند. میگن جنگ های آینده جنگ آب هاست. در آینده مردم، مگر در گذشته مردم چقدر بودند؟ شما فرض کنید زمانی که مردم 1 میلیارد بودند الان 7 میلیاردند. اون زمانی که 1 میلیارد هستند این اندازه خوراکی داشتن به اندازه که امروز ما داریم؟ همین پدران ما، اجداد ما در 1 سال به اندازه 1 ماه ما میخوردند. هر چی خدا جمعیت را بیشتر میکنه میبینیم رزق بیشتر میشه، روزی بیشتر میشه، امکانات بیشتر میشه، رفاهیات بیشتر میشه. این سواری ها، این مرکب ها در گذشته بود. لذا انسان بی خود دست پاچه است. دحو زمین به همین معنی است، یعنی الله عزوجل همه اون چیزی که نیاز بشریت است در این زمین نهاده.
بعضی ما بهشون رسیدیم، بعضی هنوز ما هیچ خبر نداریم، هنوز ما اکتشاف نکردیم، کشف نکردیم. روز به روز بر اساس نیاز ما الله عزوجل به ما میده. قبلا مردم میدونستند که از ته دریا، از قعر دریا بیان نفت استخراج بکنند؟ اصلا خبر نداشتند. کشورها فقیر بودند. بعد از اینکه الله بهشون نشان داد، کشف کردند، الان این کشورهایی که دریا دارند چقدر غنی هستند. این الله است که در این زمین اون چیزهایی را برای من و شما و برای نسلهای آینده نهاده و گذاشته که هنوز بشر خبر نداره. از روی جهل و بی علمی دست پاچه است، میگه فرزند کمتر زندگی بهتر، جمعیت کمتر بشه که در آینده با مشکل مواجه میشه. نه، الله میفرمه والارض بعد ذلك دحاها. بعد از این الله عزوجل در زمین همه صلاحیت ها را نهاده و قرار داده. اخرج منها ماءها و مرعاها، از همین زمین بیرون کرده آبش را و چراگاهش را. آب از همین زمینه. الله عزوجل در زمین اینقدر آب گذاشته که به انسان جواب میده. همین آب هست تبدیل به بخار میشه، میره ابر میشه، دوباره به صورت باران الله از اونجا خدا بهتر میدونه اضافهش میکنه، میریزه دوباره. لذا همه چیز بندبست شده، برنامه ریزی شده. والجبال ارساها، و کوها را الله قائم کرد. ارساها یعنی روی زمین قائم کرد. متاعا لکم ولانعامکم، ای انسان اینها تمام کالای شما هستند. متاع به معنای کالای بهره‌گیری، تمتع یعنی برای استفاده کردن، برای بهره‌گیری شما هستند. هم برای بهره‌گیری شما ولانعامکم، برای بهره‌گیری چارپایان شما. الله رزق شما را هم اینجا حواله کرده، کاه و علف چارپایان شما را هم اینجا حواله کرده. اما به فکر آخرت باشید. الله که این قدرت را دارد، این نمونه از قدرت بود. اون الله قدرت داره دوباره شما را پیدا کند، شما را خلق بکند. لذا که خلق بکنه اونجا چه خبره؟ الله عزوجل یک تصویر دیگر، بلا تشبیه بگم یک کلیپ دیگر از قیامت به تصویر میکشد که انسان احساس میکنه، میبیند. الله میفرماید فاذا جاءت الطامة الكبرى، زمانی که بیاید اون مصیبت بزرگ. الطامة الكبرى ای الداهیة العظمى، مصیبت بزرگ. مصیبت بزرگ با چی شروع میشه؟ وهي النفخة الثانية التي يكون معها البعث. نفخه ثانیه و سور دوم را میگن که همراه با اون بعث بعد الموت شروع میشه. الله می فرماید فاذا جاءت الطامة الكبرى، روزی که اون مصیبت بزرگ اتفاق میفته. یوم یتذکر الانسان ما سعی، در اون روز انسان بیاد میآورد اون چی که کرده، میدونه من خوب کردم یا بد کردم. و برزت الجحیم لمن یرا، الله می فرماید جهنم ظاهر میشه برای هر کسی که ببیند. هر کس جهنم را میبیند، غرشش را میشنود، صدای مهیبش لرزه براندامش میکنند. اما انسان ها اونجا به دو گروه هستند. گروه اول همون طاغوت، فاما من طغى، بنده طغا را توضیح دادم که در هر چیز از حد بگذرد انسان، از حدی که خدا برای من و شما تعیین کرده از اون حد بگذریم، بریم به طرف ناجائز. این از طغیان، از حلال به حرام، از ایمان به شرک، از خانه حلال به بی‌عفتی و ناپاکی. لذا این چشم، گوش، زبان، بدن، برای استفاده اینها، برای همه اینها یک حد و حدود مشروعی هست. از اون حد و حدود مشروع وقتی که من شما گذشتیم، این میشه طغیان. لذا با این تفسیر
طغیان هم در باب عقاید است، هم در باب اعمال است، هم در باب اخلاق است، هم در باب معاشره و معاملات است. در همه چیز انسان میتونه طغیانگر باشه. لذا همه جا انسان باید ببینه که خدای من برای من چه چیزی، چه قانونی گذاشته. بر جاده مستقیم و بر قانون خدا برید، شما از طغیان فاصله دارید. الله میفرماید فاما من طغى، اما اون انسانی که سرکشی میکند، معنی لفظیش از سرکشی، از حد میگذرد، و آثر الحیات الدنیا، و ترجیح میدهد زندگی دنیا را. بعضی از مشایخ میگن طغا مربوط به فساد عقیده هست و آثر الحیات الدنیا مربوط به فساد عمل است. دنیا را ترجیح میده بر آخرت، یعنی طوری عمل میکنه دنیاش آباد بشه، آخرت آباد میشه یا نشه. دنیا خوب بشه، فقط مال بیاد. از کجا میاد؟ حرام حلال باشه، دنیا آباد بشه. بانک ربا هست فلانه. این و آثر الحیات الدنیا، این ترجیح دادن زندگی دنیاست. بسا از ما انسان ها هستیم، ما مسلمان ها، که ما امروز به خاطر معاش خودمون مرتکب حرام میشیم. یه آقای میاد میگه که آیا من برای مسکنم وام بگیرم چطوره؟ چند درصد داره؟ درست نیست. میگه آخه رای دیگه نیست، مجبوریم. این امتحان الهی هست که آیا میری طغا همینه، قانون خدا رو زیر پا میگذاری، معامله ربوی انجام میدی، یا اینکه نه پایبند قانون خدا میمانی. جوان میاد میگه من تا زمانی که وام نگیرم نمیتونم ازدواج بکنم. اینها همه عرصه گاهی بر ما تنگ میشه تا ما چیکار بکنیم؟ ما از حد و حدود الهی تجاوز بکنیم. الله میفرماید فاما من طغى و آثر الحیات الدنیا، زندگی دنیا و شیرینی دنیا را ترجیح بده، فإن الجحیم هی المأوا، همانا جهنم اون هست جایگاهش، مأوایش، جایگاهش و جای رجوعش کجاست؟ جهنم است. و اما من خاف مقام ربه، این مؤمن است، بشارت هم برش. اما اون انسانی که می ترسد از ایستادن در محضر رب، مقام ربه، از قیام در محضر رب، در حضور رب می ترسد. وقتی که می ترسی الان گناه نمی کنی، معصیت نمی کنی، بی نمازی نمی کنی، روزت را نمی خوری، حرام را نگاه نمی کنی، همه ظاهر و باطنت را طبق دستور او می کنی، چون می ترسی. این خیلی مهم است، انسان بترسد از رب. این همه سوره ها برای این است که ما از فردای قیامتمون بترسیم. الله می فرماید و اما من خاف مقام ربه، اما اون انسانی که می ترسد از ایستادن در حضور ربش، و نهى النفس عن الهوا، و نفس خودش را از هوا و از خواهشات باز می دارد. هوای نفس خیلی است، زیاده طلبی و چیزهای دیگه که تو مسجد مناسب نیست. الله می فرماید اما این انسان نفس خودش را جلوگیری می کند، فإن الجنة هي المأوى، این جایگاهش بهشته. به قول عرفا دو قدم است، دو قدم. قدم اول برگردن نفس بنه بگذار، قدم دوم در داخل بهشت. این قرآن میگه و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوا، نفس را از هوا و از خواهشات باز می‌دارد. فإن الجنة هي المأوى، جنت مأوا و جایگاهش هست. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، اینجا زجر و توبیخ هست، سرزنش است که با وجود این همه دلائل باور ندارند. از تو میپرسند ای پیغمبر درباره قیامت، ایان مرساها، کی قیامت قائم میشه، کی قیامت برپا میشه؟ پیغمبر مگه علم قیامت داره؟ مگه پیغمبر علم غیب داره؟
الله بهش میگه فیم انت من ذکراها، شما در چه جایگاهی هستید از تعیین اون؟ یعنی شما خبر ندارید، برای شما معلوم نیست، چرا از شما میپرسند؟ عالم الغیب و بالخصوص علم قیامت را فقط و فقط الله دارد. الی ربک منتهاها، پایان علم اون، منتهای علم اون که کی برپا میشه پیش رب است، پیش کسی دیگه نیست. پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چه جایگاهی دارند؟ الله می فرماید انما انت منذر من یخشاها، کار شما انذار است، کار شما ترساندن است. شما می ترسانید من یخشاها، هر کسی که از آن بترسد. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. الله از سختی اونجا ذکر می فرماید، گویا روزی که انسانها قیامت را می بینند، دنیا 60 سال و 70 سال و 80 سال دنیا اینطور معلوم میشه چنان زود گذر بوده. که انهم یوم یرونها، روزی که قیامت را دیدند، لم یلبسو، در دنیا نماندند، الا عشیة، مگر یک شام، یک غروب، او ضحاها، یا به اندازه ضحای همون غروب، یعنی به اندازه صبح همون غروب. یعنی گویا در دنیا به اندازه یک صبح ماندن یا یک غروب ماندن. سوره عبس شأن نزولش را اول خدمت شما عرض بکنم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک روزی جلسه داشتند. پیغمبر خدا خیلی دلشون میخواست که سرداران ایمان بیاورند. بعضی از سران قریش حریص بودند بر ایمان اونها، چون که واقعا ایمان اونها تأثیر داشت. 10 تا فقیر و فقرا ایمان بیاورند با یک سردار برابر نیست. این سردار بعداً صدها را پشت سر خودش داره. به همین خاطر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روزی دعا کرد، گفت اللهم اید الاسلام به احد العمرین، بار اله این اسلام را کمک کن، تقویت کن، نیرومندش بکن با یکی از 2 تا عمر، یا عمر ابن خطاب یا عمرو ابن هشام. ابو جهل، اسم ابو جهل بود عمرو، اونم عمر بود. یا با عمر ابن خطاب یا با عمرو ابن هشام اسلام را تقویت کن. الله عزوجل این دعاش را قبول کرد. عمر ابن خطاب آمد و یکی از انسانهایی که واقعا اسلام را به پیش برد، اسلام را تقویت کرد، الله تقویت کرد به وسیله عمر رضی الله تعالی. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم برای ایمان اینها خیلی تلاش میکرد. یه روزی با اینها جلسه خصوصی داشت. ولید ابن مغیره بود، عتبه بود، شیبه بود، عباس ابن عبدالمطلب عموی رسول الله اون زمان مسلمان نشده بود، عباس بود، امیه بود بن خلف و عاص ابن وائل بود. یک تعدادی بودند از اینها. آن حضرت با اینها جلسه داشت. یک صحابی نابینا به نام حضرت عبدالله ابن ام مکتوم که بعدا مؤذن رسول الله هم شد، این عبدالله ابن ام مکتوم نمیدید، ولی خب میشنید رسول الله داره صحبت میکنه برای اونها. او آمد و در وسط گفت یا رسول الله شما به من توجه بکن، من چند تا سوال دارم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراحت شد و چهرهش مقدار گرفته شد، توجه نکرد به این صحابی. الله عزوجل این آیات را نازل کرد و پیغمبر خودش را الله سرزنش کرد. سبحان الله، که این اعما، این نابینا، اینی که دلش میخواد که به خدا نزدیک بشه، اینی که خوف خدا در دلش هست، از این روی گردانی میکنی؟ به خاطر اونهایی که ایمان نمی آورند. پیغمبر نمیدونست اونها ایمان نمی آورند.
و الله میدانست که اینا ایمان مقدرشون نیست مگر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه از اونها. لذا آن حضرت صلی الله علیه و سلم همیشه وقتی که میدید حضرت عبدالله ابن ام مکتوم را میگفت که این همون کسی است که خدا مرا به خاطر این عتاب کرد، مرا به خاطر این سرزنش کرد، یعنی فضیلت او را بیان میکرد. لذا الله میفرماید عبس و تولا. عبوس شدن در فارسی هم میگه عبوس، یعنی چهره در هم برهم شدن. و تولا و اعراض کرد. ان جاءه الاعمى، از این که پیش او اعما آمد، نابینا آمد. این نابینا کی بود؟ عبدالله ابن ام مکتوم. الله می فرماید و ما یدریک لعله یزکا او یذکر فتنفعه الذکرى. خبرداری شاید این میخواد پاک بشه. یزکا، پاک شدن. البته دو درجه هست. یکی درجه اول هست تزکیه، یکی تذکر. انسان در مرحله اول پند حاصل می کند، تذکر می گیرد و بعد به تذکر که عمل می کند تزکیه میشه، پاک میشه. لذا الله عزوجل هر دو درجه را برای این صحابی بیان می فرماید. ای حبیب من، تو خبر داری لعله یزکا او یذکر، شاید این پاک بشه یا پند حاصل بکنه. فتنفعه الذکرى، پند به او نفع برسونه، برایش مفید واقع بشه. چرا تو از این مظلوم و از این کسی که واقعا انابت داره، واقعا حق طلبی داره، چرا از این معرض هستی، روی گردانی؟ اما من استغنا، اما اون سرکشی که خودش را مستغنی می سازد، اون سرکش اون سرداران قریش بودند. فانت له تصدی، شما در صدد او هستی، به دنبال او هستی، او را میخوای هدایت بکنی. و ما علیک الا یزکا، الله میفرماید اگر اون پاک نشه، اون هدایت نشه، اون ایمان نیاورد، چیزی بر تو نیست. و ما علیک، نیست بر تو این که اون پاک نشی، یعنی تو ضامن نیستی، تو تبلیغت را بکن تمام. و اما من جاءک یسعى، اما اون انسان مخلصی که می آید پیش تو دوان، یسعى یعنی می دود، از شوق دین، از عشق و علاقه دین. و هو یخشا، و او از خدا می ترسد. سبحان الله، اللهی که عالم الغیب هست و علیم بذات الصدور هست، از ته قلب این صحابی خبر دارد. این الله گواهی میده. و هو یخشا، این از رب می ترسد. فانت عنه تلها، تو از او اعراض میکنی و تو از او غفلت میکنی، یعنی به او توجه نمیکنی. کلا انها تذکره. خب این عتاب و سرزنش که در رابطه با عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه بود اینجا تمام شد. حال الله عزوجل به من و شما تذکر میده. کلا یعنی خبردار. این کلمه را میگن کلمه ردعیه. وقتی که این کلمه میاد معنیش اینه که خبردار باش، گوشهات را باز کن، دقت کن، توجه کن. انها تذکره، این قرآن پندی هست، این قرآن اندرزی هست. فمن شاء ذکره. ابتدا الله عزوجل فضائل قرآن را ذکر میفرماید. هر کسی میخواهد ذکره، این را یاد بگیرد، از پند و مواعظش در زندگی خودش بیاورد. فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره. الله عزوجل میفرماید این قرآن در صحیفه های مکرم، در اون صحیفه هایی که پیش خدای عزوجل دارای کرامت هست، فرشتگان هم کرام کاتبین و اون صحیفه ها هم صحیفه های مکرمی هستند. اون الواحی که قرآن در اون الواح نوشته میشه، به همین خاطر این کاغذی که قرآن توش نوشته میشه، این کاغذ هم میشه مکرمه،
اجازه نداریم من و تو بدون طهارت به این دست بزنیم. لا یمسه الا المطهرون. انسانهای پاک باید دست بزنند، چون این کلام پاکی هست. مرفوعت مطهره، یعنی جایگاه رفیعی دارد، جایگاه بلندی دارد. این جایگاهش جایگاه عادی نیست. بعضی مردم جایگاه قرآن را رعایت نمی کنند، قرآن را مثل کتاب روی زمین می گذارند. این جایگاه قرآن رعایت نشده. مطهره، پاک هست از هر عیب. تو قرآن هیچ عیبی، هیچ اشکالی، هیچ ایراد و تناقضی نمی بینی، چون که کلام رب است. به ایدی سفرت کرام برره. اینا همه فضائل قرآن است. این فضائل را رب بیان میکنه تا عظمت قرآن اول در دل من و تو قرار بگیره. الله میفرماید به ایدی سفره، به دستهای کاتبینی که کرام برره. اون کاتبین با کرامت و با شخصیت. برره نیک هستند، منظور فرشتگان هستند. این فرشتگان که کاتبین و سفیران قرآن هستند، دارای شخصیت و عظمت و دارای نیکی و صالحی، یعنی هیچ گناهی، هیچ معصیتی در زندگی اونها نمیابی. اما انسان چقدر ناسپاس است. قتل الانسان اگر ما به ساده ترجمه و تعبیر بکنیم، بمیرد انسان. قتل الانسان، کشته بشه انسان. اما این به معنی نفرین است، به معنی لعنت است. منظور از این انسان کافر است. قتل الانسان ما اکفره، یعنی نفرین بر این انسان. چقدر کفر می کند، چرا انکار می کند، چرا نمیپذیرد، چرا قبول نمی کند. ما اکفره معنیش این استفهام توبیخ است. تفسیر مدارک گفته ای شیء حمله علی الکفر، چه چیزی این انسان را بر کفر برانگیخته کرد. یا اینکه ما اکفره صیغه تعجب است. شما خواندید صیغه تعجب، یعنی ما اشد کفره. این واقعا عجیبه. این انسان چقدر کفر میکند، چقدر جرأت دارد که کفر بکند. من ای شیء خلقه، ابتدا الله عزوجل حقیقت خود انسان را بیان میفرماید. انسان را مگه الله از چی درست کرده؟ من ای شیء خلقه، از چه چیزی انسان را خلق کرده؟ الله آفریده. من نطفت، از یک قطره نطفه. خلقه فقدره، الله او را آفریده. فقدره، اعضایش را برابر قرار داده. ثم السبیل یسره، سپس راه خروج از رحم مادر را، از شکم مادر را الله برایش میسر کرد. بعدا انسان اون مراحل را که طی می کند، خارج میشه، میاد تو دنیا را هم طی می کند. اینا همه زود گذرند، اینا زیاد قابل بحث نیستند. ثم اماته فاقبره، الله می فرماید سپس او را موت میده، سپس مرگ برایش میاره. فاقبره، او را مجدد در همین زمین قبر می کند. ثم اذا شاء انشره، سپس هر وقتی که الله بخواهد او را دوباره زنده می کند. بار دوم به دست الله است. کلا لما یقض ما امره، الله اینجا بیان می‌کنه. این کلا به معنی حقا هست به قول مولانا حسین علی رحمه الله. یعنی حق این است که این انسان هنوز انجام وظیفه نکرده. لما یقضی ما امره، آن چیزی که الله او را امر کرده، هنوز این انسان به اون اوامر الهی عمل نکرده، انجام وظیفه نکرده، ادا نکرده. لما یقضی، یقضی یعنی لم یؤدی، هنوز ادا نکرده اون چیزی که خدا بهش امر کرده. انسان نگاه کند چه نعمتهایی به طرف انسان هست. فلینظر الانسان، انسان نگاه کند الی طعامه، به خوراکی خودش.
همیشه عرض میکنم گاهی که سفره جلوی ما هست یه مقداری همین سفره رو مطالعه بکنیم که این خوراکی هایی که اینجا الله جلوی ما گذاشته اینها چه مراحلی طی کردن، از کجا آمدن، از کدوم گوشه دنیا آمده، چه سختی هایی، چه عرق هایی، چه رنج هایی تحمل شده تا به شکل یک سفره متنوع و چند رنگ جلوی من شما است. الله ما را دعوت میده که ما مطالعه بکنیم طعام خودمون را. الله میفرماید تمام تشکیلات از آسمان گرفته تا زمین فقط به خاطر تو انسانی که همین طعام برات درست بشه. فلینظر الانسان الی طعامه، انسان نگاه کند به طعامش، مطالعه بکند خوراکیش را. انا صببنا الماء صبا، ما ریختیم از بالا آب را ریختنی. الله دستور به باران داد، آب ریخت. ثم شققنا الارض شقا، سپس ما شکافتیم زمین را شکافتنی. آب آمد، زمین آب را قبول کرد، پذیرش کرد، بعدا زمین شکافته شد، جوانه آمد بیرون، علوفه آمد بیرون. فانبتنا فیها حبا وعنبا وقضبا، الله می فرماید ما رویاندیم در این زمین حبا، حبوبات را، دانه ها را، گندم، برنج، ذرت، جو، همه حبوبات، و عنبا و میوه ها را مثل انگور، و قضبا و سبزیجات را، انواع سبزیجات که هزاران هست اقسامش، هم مال خود ماست هم مال حیوانات و علوفه هایی که مال مواشی ماست. و زیتونا و نخلا، و همچنین درخت زیتون و درخت خرما، و حدائق غلبا، و همچنین باغهای گنجان، باغهای انبو، و فاکهتا، و همچنین میوه ها، و ابا و چراگاه. اب بعضی گفتن چراگاه، بعضی گفتن علفزار، هر دو یکیه، حاصل یکیه. الله میوه ها و علفزارها را برای شما پیدا کرد. متاعا لکم و لانعامکم، همه اینها برای خوراکی شما هستند و چارپایان شما. الله هم به فکر شماست، هم به فکر گاو و گوسفند شماست. این ربی که این همه برای شما داره برنامه ریزی میکنه، شما آیا به وظیفت انجام عمل کردی؟ کلا لما یقض ما امره، این انسان به وظیفهش عمل نکرده. این انسان قبل از اینکه به اون مرگ میرسه، ثم اماته فاقبره، میمیرد و قبر بشه، قبل از این باید وظیفهش را انجام بده تا اینکه آخرتش آباد بشه. آخرت چیه؟ اونجا چه خبره؟ سبحان الله. الله عزوجل از مبدأ میگه، از معاد میگه، قبل از آفرینش میگه، بعد از اینکه ما پیدا بشیم بگه نعمتهایی که به ما داده، بعد از این نعمتها در آخرت. یعنی اول و آخر زندگی را به تصویر میکشد که من شما راه زندگی را، هدف زندگی را درست تشخیص بدیم و درست عمل بکنیم. الله می فرماید فاذا جاءت الصاخه، زمانی که می آید صاخه، صاخه یعنی فریاد، جیغ به اصطلاح، منظور بازم سوره اسرافیل است. اون فریاد مهیب و فریاد دلخراش وقتی که توسط اسرافیل دمیده میشه و زده میشه. یوم یفر المرء من اخی، چه حالت زاری هست و چه حالت وحشتناکی هست. یوم یفر المرء من اخی، آن روز فرار میکند انسان از پیش برادر. برادری که در دنیا میگه جان میدم برش، برادری که میگه برادر دیگه درست نمیشه، اونجا انسان فرار میکنه، میگه برادر بره هرچی باد آباد، فقط من نجات بیابم. یوم یفر المرء من اخی، فرار میکند، میگریزد انسان از برادرش، و امه و ابی، از اون مادر حنون و مهربان هم انسان میگریزد، و از اون پدر مشفق و مهربان.
از همه انسان فرار میکند. و صاحبته، از همسری که در دنیا میگفت عاشق و دوستش دارم، از اونم فرار میکند. و بنیه، از فرزند که جگر گوشهش است، از همه انسان فرار میکند. لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، برای هر انسانی از اینها در اون روز مشغولیتی است که او را به خود مشغول کرده. هر کسی نفسی نفسیه، هر کسی به فکر نجات خوده، هر کسی به دنبال پناهگاهی هست. اما الله می فرماید چهره ها اونجا متفاوتند. وجوه یومئذ مسفرا، چهره هایی هستند در اون روز روشن هستند به دلیل نور ایمان، به دلیل عمل صالح، به دلیل طاعت و بندگی. اونجا این چهره ها می درخشند. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. این چهره هایی هستند که سفیدند، می درخشند، اونطوری که در حدیث آمده غرا محجلینند. و بعضی چهره ها سیاه، کبود، پریشان. لذا الله می فرماید ضاحکت مستبشرا، این چهره ها خندانند، مستبشرا، شادمانند، مژده دریافت می کنند، بشارت و خوشخبری دریافت می کنند که شادمانند. و وجوه یومئذ علیها غبرا، اما چهره هایی هستند در آن روز که علیها غبرا، بر اون چهره ها غبار است، بر اون چهره ها گرد و خاک است، بر اون چهره ها تاریکی هست. ترهقها قترا، می پوشد اون چهره ها را ذلت، ذلیلند، خار و زبونند. اینا کیا هستند؟ این آیات که میاد انسان، این بخش انسان امیدوار میشه. اولئک هم الکفرة الفجرا، اینا کافرانند. اما الفجرا، فاجران هم هستند. الکفر فساد عقیده بنویس، الفجر فساد عمل. اینا کسانی هستند که در زندگی عقیدهشون فاسد بوده، عملشون هم فاسد بوده، نسبت به خدا عقیده و دیدگاه خوبی نداشتن و اعمال خوبی هم انجام ندادن. این نکته را قبلا خدمت شما عرض کردم که اصل جهنم برای کفار است. اعدت للکافرین، الله می فرماید این جهنم برای کافرین است. اما گاهی انسان مسلمان که مسلمان است اما اعمالش اعمال کافرینه، اینم میره غوطه میخوره، چون که این خودش را مشابهت داد، تشابه داد با کافر. مثلا کافر در طول زندگی یک بار هم خدا را سجده نمی کند. مسلمان که در طول زندگی نماز نخوند، خب این فرقش با کافر چیه؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز را فرق بین ایمان و کفر فرمودند، چون کسی که ایمان داشته باشد مظهر ایمان و مظهر عبدیت نماز و سجده است، اما کسی که داشته نباشد ایمان، اون هیچ وقت سجده نمی کند. کافر هیچ حد و مرزی برایش نیست، هیچ حد و حدودی از حدود الهی برایش تعیین نیست. هر چی که گیرش بیاد، حلال باشه، حرام باشه، جایز باشه، ناجایز باشه، نمیشناسه حد و مرز. مسلمان نه، مسلمان محدود به حد است، مقید به قانون است. لذا این فرق ما با کافر است. باید کاری طوری زندگی بکنیم، کاری بکنیم که زندگی ما متمایز از زندگی کفار باشد. الله عزوجل از شدائد و سختی های قیامت همه ما را نجات بده. نداء الحق
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.